تحت تسلط شریعت بودیم و در انتظار آن ایمانی که در شرف ظهور بود به سر می بردیم. It says the law was our schoolmaster to bring us unto Christ that we might be justified by faith. می‌فرماید به این ترتیب شریعت لله ما بود که ما را به مسیح برساند تا به وسیله ایمان کاملا نیک محسوب But شویم. after faith has come, we are no longer under a schoolmaster. اما چون اکنون دوره ایمان رسیده است دیگر تحت مراقبت لله نیستیم. God said, here is the 10 commandments. و خداوند 10 فرمان رو به موسی داد و موسی اونها رو به انسان‌ها داد This is my standard of perfection. و فرمود این استاندارد من برای کاملیت شماست. Now take yourself and match it up with the law. حالا خودتون رو با این شریعت مقایسه بکنید که آیا شما کامل هستید؟ And we see that we've all fallen short. وقتی که مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که ما چقدر سقوط کرده هستیم. The Bible says all have sinned and fallen short of God's glory. کلام خداوند می‌فرماید که همه انسان‌ها گناه کرده‌اند و از جلال خدا قاصر اومدن. But the law was not the cure, it was only the diagnosis. اما شریعت راه نجات نبود. شریعت فقط داده شده بود که انسان گناهش رو بدونه، که انسان بدون گناهکاره. When you're diagnosed at a doctor, that just tells you what you have wrong with you. وقتی که دکتر شما رو معاینه میکنه فقط به شما میگه که شما چه مشکلی دارین، پس برای شما رو شفا نمیده. Now you need the cure. پس الان باید شفا پیدا بکنید از یک راهی. And the cure came through the person of Jesus Christ. و اون شفا فقط به وسیله عیسی مسیح اومد. See, in the Old Testament, پس در کتاب عهد عتیق، در کتاب‌های عهد عتیق، in Deuteronomy chapter 28, در کتاب تثنیه و فصل 28 we find what God called the curse of the law. در مورد لعنت شریعت کلام خداوند صحبت میکنه. Saying if you don't live up to this law, all these curses will come upon you. و می‌فرماید که اگر شما مثل این استاندارد نباشین این لعنت‌ها به طور معمولی بر شما خواهد اومد. And it lists every kind of sickness you can think of. و یک لیست بیماری و مرض رو نام میبره که شما حتی فکرش هم نمی کنید. It lists poverty, sickness, death. و فقر و بیماری و مرض و مرگ رو اونجا گفته که این لعنت به طور اتوماتیک بر روی انسان میاد به خاطر اینکه کامل نیست. And then he gets down to the end and he says, and anything that's not written in here, that also is part of that curse. و در آیه که داره ختم میشه میگه که و حتی اگر چیزهایی که اینجا نوشته نشده و بد هست به خاطر گناه انسان بر انسان میاد. So now the law condemned us. پس می‌بینیم که شریعت ما رو محکوم میکنه. It diagnosed us and showed us that we were sinners. شریعت فقط به ما نشون میده که گناهکار هستیم. مثل همون دکتری که شما رو معاینه میکنه و به شما میگه که شما چه مشکلی دارین. But what's the cure? پس شفا و آزادی چطور به دست میاد؟ ما میدونیم که گناهکاریم. Galatians chapter 3. در کتاب غلاطیان فصل 3 And in verse 11 we'll start there. از آیه 11 ما شروع میکنیم. میفرماید That no man is justified by the law in the sight of God is evident, for the just shall live by faith. اکنون کاملا روشن است که هیچ کس در حضور خدا به وسیله شریعت نیک شمرده نمی شود، زیرا شخص نیکو به وسیله ایمان زیست خواهد کرد. And the law is not of faith, but the man that does them shall live in them. اما شریعت بستگی به ایمان ندارد، زیرا مجری شریعت با اجرای شریعت زندگی خواهد کرد. See, the law wasn't of faith. پس اینه که شریعت از ایمان نبود. But you remember when we opened this program today? پس یادتون هست وقتی که ما این برنامه رو شروع کردیم امروز The Bible said without faith it's impossible to please God. کلام خداوند می‌فرماید که بدون ایمان غیر ممکنه ما خداوند رو خوشنود بکنیم. The law was not based on faith. The law was based on if you want to live, you must do this, this and this. پس شریعت مطابق با ایمان داده نشده بود، بلکه شریعت به شما میگه که چه کارهایی باید انجام میدادین تا اینکه کامل باشین. But look at verse 13. پس با آیه 13 نگاه بکنید. Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, as it is written, cursed is everyone that hangs on a tree. وقتی مسیح به خاطر ما ملعون شد، ما را از لعنت شریعت آزاد کرد، زیرا کتاب مقدس می‌فرماید هر که به دار آویخته شود ملعون است. Christ became that curse for us. عیسی مسیح برای ما تبدیل به اون لعنت شد.
People say, why did Jesus die on the cross? بعضی از مردم میگن چرا عیسی مسیح باید روی صلیب میمرد؟ If he was the Son of God or the Messiah, why did he die on a cross? اگر اون مسیح موعود بود و پسر خدا بود چرا باید بر روی صلیب میمرد؟ Because this was the plan of God چون که این نقشه خدا بود که این اتفاق بیفته. to deliver us from the power of sin and condemnation تا اینکه ما رو از قدرت و گناه آزاد بکنه و از محکومیت ما رو نجات بده and the power of sickness and disease. و از قدرت بیماری و مرض ما رو نجات و آزاد بکنه. Because remember, he told the devil, the seed of the woman is going to crush your head, پس می‌بینیم که خداوند به شیطان گفت که نسل زن سر تو را خواهد کوبید but you're going to bruise his heel. ولی تو پای اون رو نیش خواهی زد. When Satan had Jesus crucified, he thought he was destroying the Son of God. وقتی شیطان عیسی مسیح رو دید که مصلوب شده فکر کرد که عیسی مسیح رو شکست داده. But what Jesus was doing on that cross was taking all of our sin upon himself. ولی کاری که عیسی مسیح بر روی صلیب انجام داد همه اون گناهانی که مرتکب شده بودیم ما همه اون ذات گناه رو بر روی خودش گرفت And he took upon him the curse of the law. و همه اون لعنت گناه رو بر روی خودش گرفت. That means all of the sickness and disease that the law said would come upon us if we disobeyed. و می‌فرماید که همه اون لعنتی که شریعت میگه که اگه ما نااطاعتی می‌کردیم بر روی ما میومد، Jesus Christ took upon him on the cross. عیسی مسیح همه اون لعنت رو بر روی خودش بر روی صلیب گرفت و اونها رو بر روی صلیب میخکوب کرد. In the book of Isaiah, chapter 53, در کتاب اشعیا و فصل 53 کلام خداوند چنین پیشگویی کرده بود در مورد مسیح. a prophecy about Jesus Christ dying for us. یک نبوتی هست که در مورد عیسی مسیح اشعیا نبی فرمود. In verse 4, در آیه 4 چنین it می‌فرماید: says, Surely he has carried away our sickness and taken our pains, yet we did esteem him stricken, smitten of God and afflicted. می‌فرماید لکن او غم‌های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was on him, and by his stripes we are healed. و در آیه 5 می‌فرماید و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید. See, it was for our sins. و ببینید که به خاطر گناهان ما همه اینها بر روی عیسی مسیح آمد. می‌فرماید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخم‌های او ما شفا یافتیم. He took our sins. او گناهان ما را بر خودش He گرفت. took our pains and our sickness. او درد و مرض ما را بر خودش گرفت. In verse 10, در آیه 10 می‌فرماید it says, It pleased the Lord to bruise him or to make him sick. می‌فرماید اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردها مبتلا سازد، چون جان او را قربانی گناه ساخت، آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند در دست او میسر خواهد It شد. says he made his soul an offering for our sin. می‌بینیم که جان مسیح رو قربانی گناه کرد. See, the law condemned us. می‌بینیم که شریعت ما رو محکوم می‌کنه. It diagnosed us. It said you're a sinner. شریعت فقط به شما میگه که شما محکومی، شما گناهکاری. But it offered us no hope. ولی به ما هیچ امیدی نمیده. But Jesus was the cure. اما عیسی مسیح راه حل و نجات ما بود. He took our sin. او گناهان ما رو بر خودش He گرفت. took our sickness. او مرض ما رو بر خودش And he گرفت. conquered it when he died on the cross و وقتی که بر روی صلیب عیسی مسیح مرد بر اون گناه و مرض پیروز شد and paid the price for us. و اون قیمت گناهان رو برای ما پرداخت کرد And he took our sins and laid them in the grave. و اون گناهان ما رو گرفت و اون گناهان رو بر خودش گرفت و محسوب کرد و اونها رو با خودش مدفون کرد And our sickness. و اون بیماری ما رو حتی بر And he- روی صلیب محسوب کرد و در خاک قرار داد Conquered death and he rose again from the dead. و بر روی مرگ پیروز شد و روز سوم از مرگ زنده شد. And now he says all you need to do is put your faith in me. و امروز تنها چیزی که خداوند به شما میگه اینه که ایمانتون رو بر من قرار بدین. And I will forgive your sins. من گناهان شما رو میامرزم And I can heal your body also. و امروز میتونم شما رو شفا So I بدم. want to lead you in prayer real quick. امروز میخوام که شما رو در دعا هدایت بکنم To receive forgiveness of sins تا بخشش گناهان رو دریافت بکنید and the healing power of God. و شفای خداوند رو امروز دریافت بکنید You simply must believe Jesus died for you. و اینکه عیسی مسیح
برای شما مرد. این رو باید ایمان داشته and باشید. confess with your mouth that He's your Lord. اگر امروز با دهان خود، با زبان خود اعتراف کنی که عیسی مسیح خداونده، شما نجات پیدا می‌کنی و عیسی مسیح مرض شما رو شفا میده. Say this after me. این رو با من تکرار بکنید. این دعا رو با من تکرار بکنید. Lord Jesus, ای عیسی مسیح، I believe you died for me. امروز اعتراف می‌کنم که تو برای گناهان من مردی. I know I'm a sinner, من اعتراف می‌کنم که گناهکار هستم. but you took my sins upon you که تو گناهان من رو بر خود گرفتی when you died on that cross. وقتی که بر روی صلیب مردی. And because I'm a sinner, I'm also subject to sickness and death. و چون من گناه کردم بیمار و مریض شدم، But you paid the price for that. اما تو قیمت رو، بها رو پرداخت کردی. So I put my faith in you. من امروز به تو ایمان میارم. I believe you died for me, Jesus. من اعتراف میکنم که تو برای من مردی And I know you rose again from the dead. و اعتراف میکنم که روز سوم از مرگ زنده شدی. And I take you now as my Lord and my Savior. و امروز من تو را به عنوان خداوند و منجی خودم میپذیرم. Thank you for forgiving me. مرسی به خاطر که من رو بخشیدی. Thank you for saving me. مرسی به خاطر که من رو نجات دادی. Now, if you need physical healing, I'm going to pray for you real quick. اگر امروز به شفا احتیاج دارید من برای شما دعا میکنم. Lift your hand up to God دست خود رو به آسمان بلند کنید and say, Thank you, Jesus. و بگید مرسی عیسی You مسیح took my sickness. که مرض من رو بر خودت You took گرفتی. my pains. درد من رو بر خودت I گرفتی. thank you that you've healed me now. مرسی که تو من رو شفا دادی همین From الان. the top of my head از سر من تا پای من، to the soles of my feet, از سر تا نوک پای من رو تو I شفا دادی. receive the healing power of God right now. اون قدرت شفای خدا رو من امروز دریافت میکنم. Thank you, Jesus. مرسی عیسی مسیح. Amen, amen. آمین. در نام Hallelujah. عزیز عیسی مسیح. عزیزان خداوند رو شکر میکنیم به خاطر کلام امروز. Thank you brother Dubai. What a joy. و ما خداوند رو شکر میکنیم به خاطر حضور آقای کرک دوبای امروز اینجا و امیدواریم که این برنامه باعث برکت شما شده باشه. امروز شفا رو دریافت کردین و اگر به عیسی مسیح ایمان آوردین امروز حیات ابدی دارین. امروز نجات ابدی رو دریافت کردین. عیسی کلام خداوند میفرماید هر کس که به او ایمان آورد اگر مرده باشد زنده خواهد شد. و کلام خدا میفرماید زیرا خدا جهان را آنقدر محبت نمود که فرزند یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. پس ببینیم که امروز عیسی مسیح میخواد که شما هم شفا دریافت بکنین، چون بها رو پرداخت کرد، چون قیمت رو عیسی مسیح پرداخت کرد. امروز میخواد که شما سالم باشین، شفا داشته باشین. امروز عیسی مسیح میخواد که شما در صلح و سلامتی، در برکت قدم بردارین. این اراده خدا نیست که شما در مرض، در درد و بیماری راه برین. امروز خداوند برای شما، برای زندگیتون نقشه عالی داره. میخواد شما در صلح و سلامتی باشین. پس با ما تماس بگیرید با شماره‌ای که بر روی صفحه می‌بینید و به ما بگین که خداوند شما رو شفا داده، شهادت بدین و به دیگران و به دوستان خود بگین که چطور عیسی مسیح زندگیتون رو متحول کرد، شما رو شفا داد. ما خوشحال میشیم که از شما بشنویم و تقاضای دعای خود رو برای ما بفرستید. ما خوشحال میشیم که باز برای شما دعا بکنیم و ایمان داریم که عیسی مسیح زنده است و شما که امروز عیسی مسیح رو به عنوان خداوند خود پذیرفتین سعی کنید کتاب مقدس رو پیدا بکنید، مطالعه بکنید. بر روی وبسایت ما میتونید برید و www.nejattv.org کتاب مقدس رو پیدا بکنید، مطالعه بکنید و با ما در تماس باشید. شما رو به خدای بزرگ و پاک میسپارم. عیسی مسیح فیضش نگهدار شما باشه تا برنامه دیگه و دیدار دیگه. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و دعا میکنم که برکت و فیض و آرامش خدا با شما باشه و تا دیدار دیگه، برنامه دیگه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند عیسی مسیح نگهدار شما باد. آمین. Praise God. It was a good program about Dubai. Hallelujah. Yeah. We thank God for that. Amen. Amen. And He's amazing.